قوت عقیده سبب قوت عمل میگرده. کسی که عقیده قوی داشته باشه عملش تقوایش قوی هست. چرا؟ اون نفر آماده هست که به خاطر الله خون خدا بریزانه و ما تو آماده نیستیم. حتما مشکل در عقیده داریم. چرا او صحابی خانمش تیار نه و عروسی کردن نکاح کردن، یا عروسی نکردن نکاح نکردن، نه و کالا میخره که میره آل شب نکاح ازی هست. او اونمون لحظه و شب نکاح خدا ترک میکنه میره که پیغمبر خدا و شهید میشه. او به این عقیده بود که اگر من دمی شب نکاح خود شهید میشم آل یک خانم رو امرایش نکاح میکنم که حیض داره نفاس داره. از خاطر برازو میگه شهادت یک لذت بود از رفتن با تو جای بود. قوت عقیده سبب قوت عمل میشه. یک صحابی میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله خرما را ما بخورم. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که تو اگر شهید شوی از این که خرمای مدینه منوره را عجوا میگفتن که بسیار میگفتن خرمای بسیار زیبا و خوبش بود و کسی که صبحانه 7 دانه از او بخوره از سحر و از زهر و گپا نجات پیدا میکنه. این حاله چطور اما خرمای زیبا رو این صحابی ترک میکنه؟ به خاطر که عقیده داشت که اگر من در راه الله شهید میشم خرمایی رو میخورم که باز او لذتش از این لذت از این کده بسیار زیاد است. پس انسانی که عقیده قوی داشت میفهمه که در اسلام نقص نیست. والله میفهمه که در بندگری نقص نیست. حالا ما تو نقص کردیم یا کسایی که بندیست؟ ما تو نقص کردیم. او کسی که بندیست در نقص نیست. ما تو که مثلا خوب آمد و خدا کریم چرب میکنیم و او قمچین میخوره. ما تو نقص کردیم یا او نقص کرده؟ او نقص نکرده. چرا او هر قمچینش دلیل است پیش الله که به خاطر کلمه توحید لط خورده. وجود ازی در روز قیامت برای شهادت میده که یا الله اینمی قسمت وجود ما به خاطر تو آسیب دید توسط دشمنای اسلام. پس قوت ایمان انسان قوت عمل میبخشه. مجاهد تا که ایمان خدا قوی نسازه در جهاد رفته نمیتونه. جوان بر خود 200 قسم دلیل جور میکنه، برای بیغیرتی خود دلیل جور میکنه، از قرآن دلیل پیدا میکنه. اما اگر باز با عقیده قرآن خواندی باز دیگه چیز برای تو درس میده. اینی از منفعت عقیده که عقیده قوی داشتی قرآن هم صحیح خوانده میتونی. عقیده ضعیف داشتی اما قرآن هم غلط تفسیر میکنی مثل علمای بنی اسرائیل. قلب انسان با عقیده توحید قلب سالم گفته میشه. الا من اتى الله بقلب سلیم. کدام قلب سالم هست؟ قلبی که بیادب در مقابل خالق باشه یا قلبی که خالق خدا بشناسن، ملائکه را بشناسن، کتابهای آسمانی را بشناسن، صحابه کرام سبحان الله بشناسن، عظمت و عزت صحابه کرام بشناسن. و وقتی که اینا را شناخت محبت قلبی با اینا داشته باشه باز اونو هست که قلب سلیم داره. پس عقیده عظمتش دهی است که قلب از امراض کفر، نفاق، جهالت نجات میده. و در روز قیامت کسی نجات پیدا میکنه که قلب سالم داشته باشه. قلبش از چی سالم باشه؟ از مرداری ها و کثافت های کفر، از مرداری و کثافت شرک، از مرداری و کثافت و ویروس ها و مکروب های منافقت. قلبت با قالبت به خالق تسلیم میشه. اینی قلب سلیم است. با قرآن میگم، گپ من نیست. قرآن میگه که در روز آخرت نجات نصیب کی هست؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. فقط مستثنا کسی است که با قلب سالم در روز قیامت در مقابل خالق متعال استاد شد. ذره است
کفر در قلبش نباشه، ذره از شرک در قلبش نباشه، هیچ وقت نیازی نداره که به یک مخلوق خود ذلیل بسازه. کلی کارا رو چی میکنه؟ قلب سلیم میکنه. وقتی که خالق شناختی نیازی نداری که به بارگاه مخلوق خود ذلیل بسازی.